خب میگن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال داشتم من. آیا نماز فطری واجب را گفتید؟ وقتی که نماز صبح دمیده است خوانی جایز است؟ یعنی بعد از تهجد. لطفا جواب دهید. فطری واجب نه، ویتر. نماز ویتر است، فطر نه. نماز ویتر را بعد دمیدن صبح خوانده نمیشه. بعد دمیدن صبح یعنی بعد در آمدن وقتی نماز بامداد. وقتی اذان بامداد که شد ویتر دیگه جایز نیست، مگرم بعدی بر آمدن آفتاب ویتر نمیخواند، ویم جفت میخواند. مثلا اگر عادت شما 3 رکعت ویتر میخوانده باشید 4 رکعت میخواند. اگر 11 رکعت میخوانده باشید 12 رکعت میخواند. بعدی بر آمدن آفتاب تا نماز پیشین ویتر را قضا میخواند و قضایش جفت میشود. اما اگر بعدی تهجد گفتید، بعدی تهجد یعنی 5 دقیقه 10 دقیقه تا اذان بامداد وقت باشد، بله میتوانید خواند. لیکن وقتی صبح که در آمد دیگر ویتر نمیخواند.